روسی عزت فومیجان هستم، ساکن شهر کولاب. امروز من ضرور میشمارم که توسط شبکه‌های اجتماعی اندیشه خودم بیان نمایم برای اوید به حادثه بدخشان عزیز ما. پیش از آن گفتنی هستم که بدخشان این جزء جدا نشونده تاجیکستان وطن عزیز ما است. برای ما چه در کولاب زندگی کنم و چه در بدخشان برای ما هر دو وطن هستند. حادثه‌ای که در بدخشان عزیز ما گذشت، ما امیر با یک تعصب بسیار بد میخوام بگم که محکوم میکنم. به خاطر چی؟ به خاطر که ما در برابر همین قدر بنیادکاری و آبادی که امروز در 30 سال استقلالیت به دست آوردیم، تنه تاریخی نمیزنم، اما اگر در تاریخ نظر کنیم 70 سال شوروی به این اندازه نرسیده بودیم. امروز همین دستاوردهای استقلالیت قدر نکردن، ما فکر میکنیم کورنمکی است، هم در حق ملت و در هم حق خود هر یک نفر ساکن وطن عزیز ما که برای رشد جامعه تاجیکستانی امروزه سهم ارزنده داره. گفتن ضرور است که پیشروی ملت باز یک بار دیگر درباره استقلالیت دولتی و دولت ملی خودمان در پیام نوبتی خودشان ارائه نمودند و ما این باز تاکید نمودند که ما به هر خیل فریفتگی های سیاسی بیرونه داده نشویم، برای بنیاد وطن عزیز خود سهم بگذاریم. من میخوام بگم که مردم سربلند بدخشان عزیز ما، از شما احتراما خواهش میکنم که نسبت به حادثه نامبرده بسیار جدی اهمیت بدین، برای رشد وطن عزیزم سهم بگذارین و کسایی که جنایت صادر نمودن در نزد قانون باید جواب بگویند و هر کسی که اوید به این مسئله حل این مشکلی کمک میکنه، فکر میکنم این قرض شهروندی خودش را اجرا میکنه.